مرغ سرخ شد. با همون میزان روغن، من هیچ روغنی اضافه نکردم. این اضافی روغنه که خالی کردم داخل یه ظرف دیگه. به اندازه 1 قاشق غذاخوری ته مایتابه روغن میذاریم که بمونه برای سرخ کردن سیر. حالا سیرها رو دونه دونه به این شکل یا میتونیم رنده کنیم یا که داخل این سیر خورد کنه بریزیم و بریزیم توی مایتابه. با حرارت کم اون 3 تا حبه سیر رو میذاریم که سرخ بشه. میذارم مثلا 4-5 دقیقه. خب بچه ها، یه مقداری از آرد سوخاری من اضافی اومد. حدوداً 2 قاشق مرباخوری از اون آرد رو داخل یه لیوان با آب سرد مخلوط میکنیم برای اینکه خورشتمون آبکی نشه و اون غلظت خاص خودش رو داشته باشه. اینو با آب سرد مخلوط میکنیم و بهتون میگم که کی اضافه کنیم. خب توی این فاصله که سیرمون سرخ شد، ما میتونیم اول مرغا رو بچینیم و روش آب بریزیم. اما طبق تجربه من چون یه مقداری برای غلظت بهتر این خورش از اون پودر آرد سوخاری رو با آب مخلوط میکنم و اول اون رو اضافه میکنم. حدوداً به 3 لیوان 2.5 لیوان آب نیاز داریم، ولی گاهن وقتی که اینو اضافه میکنم گاهی پیش میاد که گوله گوله میشه و اون زمان میتونیم برای جلوگیری از گوله شدنش از گوشتکوب برقی استفاده بکنیم که کامل این گلوله ها رو در واقع از بین میبره، یه دستش میکنه. پس بنابراین اول آب رو اضافه میکنم، بعد مرغا رو. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتتون بگم این که اگر از این توی ایران بهش میگن گادینا بلانکا، اینجا میگن چیکن پاودر یا این پودرای مرغ، یا میتونین سبزیجاتش هرچی این سلیقه‌ایه میتونید اضافه کنید، میتونید که نه همین فقط همین مدل درست کنید. تو این فاصله تا این آب به جوش بیاد ما اون 2 تا لیمویی که داشتیم پوستش رو حسابی میشوریم و با این